سلام، خوش اومدید به تحلیل بازار فارکس. امروز جمعه هستش و مثلا خیلی زیادی نداریم. از شاخص دلار شروع میکنیم. خب دلار اینجا مقاومتی بود که شکونده بود که گفته بودیم به بالا رفته، مقاومت اینجا داشتیم و دوباره برخورد کرده، اینم شکونده و رسیده به اینجا که داره خیلی کندله کمزور و کم نفس میزنه. سنتی به حمایت این رو بوده، حمایتی آنجا داشتیم سه بار برخورد کرده، باره چهارم شکنده و ورودو پرده تشکیل داره. دو تا اینجا اصلاح بده و روی بالا بره، این حمایت و این مقاومت رو میشکنه در قبل دوم. این قبل صورت تا اینجا ریزش داریم تا کیفی که نفسنسی آرسه هم که نزدیک اوورهای بوده، اوور و نزدیک اوورهای و همین داریم میبینیم. خب این سراغ بعدی دو جونز هم شارپ ریخته و اصلا خیلی داره دو جونز شارپ ریخته و اینجا این هم باید این مقایمه رو در نظر بگیریم. بعد دو جونز هم احتمال ریزشش تا اینجا هست، تا همین کمش 246 280. خب این سراغ عزیز دل طلا. خب طلا رو میدونم که کلا تو بیگ پیکچر میبینیم تقریبا از اینجا سعودی بود و روند سعودی شروع کرده تا الان یه پوزیشن باز میکرده، الان راحت میتونیم بگیم که پولدار شد. خب طلا دیگه روند سعودیش تموم شد. چرا تموم شده؟ چون شما مقاومتی داشتیم، مقاومتش بیازه خوردن، مقاومت استیل کرده، باز خوردن مقاومت خیلی سنگین ریخته، کندله این که ضربه ریخته. خب مقاومت بود و بعد توی اوور سلم بوده، تو نهایه فروش بوده، چند بریکی ریخته. بعد الان اینجا شروع میکنه به ریم زدن، این ناحیه شروع میکنه به ریم زدن. این طلا تقریبا اینه، این اینجاها شروع میکنه به ریم زدن. خب خط روند کوچولو داریم ما، تبدیل شده مثلث از بالا بشکنه پوزیشن بای میگیریم تا اینجا میاد، تارگت هم برام میشه اینجا از بشکنه که خب از تا اینجا میگذارم این حمایت دیگه رو نمیشکنه. بعد اکرامشیم اینجا بیاد و شروع کنم به مدرسه زدن و بازی نقره رو داریم. نقره هم داریم این طلا الان لازه پله داریم رو بالا بره. خب خیلی زور کم داره، این میتونه که برخورد کنه حمایت کرد رو بالا باز بره. از این برخورد کرد به حمایت بتونیم یه پوزیشن شورت بگیریم و استفاده رو بزنیم زیر اینجا گیریم میکنیم، ببخشید پوزیشن لانگ بگیریم استفاده رو بزنیم زیر اینجا رو یوستی بگیریم. رویستی حمایتش دستی شده و الان خیلی زورش کنیم. امروز پوزیشن نمیشه توی زمانهایی که گفتن بخیالش بشید، پوزیشن نمیشه میدن. این اصلا زور بازار نرسانش خیلی کرد. تحلیل بعدی خدا نگهدار.